فصل 4. چگونه کارگردان رابطه خود باشید؟ من ایمان دارم که عبارت جنس ضعیف توسط زنی اختراع شد که می‌خواسته مردی را تحت تسلط خود بگیرد و با این کار خواسته او را خلع سلاح کند. اوگدن نش. روباه بی سر و صدا غرور خود را با زیرکی اداره می کند. در فصل پیش به این موضوع اشاره کردیم که چرا قدرت برای آقایان و احساساتی بودن برای خانم‌ها چنین جذاب و هوش‌رباست و اکنون بیایید از فاصله‌ای نزدیکتر به این موضوع نگاه کنیم. برای اینکه مردی بخواهد برای شما خرج کند، چه عاطفی و چه مادی، باید حس خوبی راجع به این خرج کردن داشته باشد. او دوست دارد حس کند که مورد تحسین و احترام شماست. مردها به خاطر غرور مردانه‌شان است که به جنگ می روند. به خاطر همین غرور است که امپراتوری‌های غول‌پیکر اقتصادی بنیان می‌گذارند. به خاطر این غرور گدایی می‌کنند، دزدی می‌کنند و زیر بار قرض می‌روند و غرور مردانه‌شان دلیل عاشق شدنشان است. شاید فکر کنید که دارم توضیح واضحات می‌دهم، ولی اینطور نیست. یک مرد نیاز دارد که حس کند مرد است. به همین دلیل است که هرگز برای نشانی پرسیدن نمی ایستد. این که به او بگویید باید 6 خروجی پیشتر به سمت غرب می پیچید برایش هیچ اهمیتی ندارد. او همچنان پدال گاز را تا ته فشار می دهد و در جهت عکس مقصد با سرعت به پیش می رود. مردها که گم نمی شوند. آنها فقط می خواهند با یک منطقه جدید آشنا شوند یا مقصد را عوض می کنند و یا می خواهند ببینند انتهای آن یکی خیابان چیست یا اینکه می خواهند کمی در این منطقه جدید گردش کنند. او هرگز گم نمی شود. نخیر. کارگاه گجت صرفاً در حال ارزیابی همه قسمت‌های آن منطقه است که 180 درجه با جایی که قرار بوده بروید تفاوت مکانی دارد. اگر می خواهید به سمت راست بپیچید، به او بگویید فکر می کنم قاعدتاً باید در سمت چپ باشد. در ذهن یک مرد مهارت‌های راهیابیش همیشه بهتر از مهارت‌های راهیابی یک زن است. همه اینها نیز ناشی از غرور مردانه اوست که هیچ سمت و سو چپ و راستی نمی‌شناسد. 3 واژه‌ای که به طور تضمینی مردها را سر ذوق می‌آورند چیست؟ تو درست می‌گویی. هرگز نمی‌توانید او را متقاعد کنید که چنین نیست. پس بی جهت خود را خسته نکنید. بگذارید حق با او باشد. شما زیرک باشید. دقیقاً به همین خاطر است که روباه بی سر و صدا می‌گذارد مرد گمان کند که همه چیز تحت فرمان اوست. هنگامی که احساس قدرت او را ارضا می‌کنید، باتری‌هایش را شارژ می‌کنید و در واقع شما بدون اینکه خودش متوجه شده باشد، دارید چیزی را به او می‌دهید که بسیار بدان نیاز دارد. قانون جاذبه شماره 22. بگذارید گمان کند اداره امور در دست اوست. سپس به طور خودکار کارهایی را انجام می‌دهد که شما دوست دارید، زیرا دلش می‌خواهد همواره به او به چشم یک شاه نگاه کنید. هفته 1-2 بار هنگامی که خیلی مهربان و سخاوتمند است، به او نشان دهید که در چشم شما او بهترین است، که او سرور است. کسی که شلوار پایش می‌کند اوست. مرد اوست. حدس بزنید چه کسی به هر آنچه می‌خواهد می‌رسد؟ شما. دوست من آنت این موضوع را از راه دشواری فرا گرفت. او مرتکب این اشتباه شد که به همسرش بگوید چگونه یک مار را در حیاط خلوت خانه‌شان کشته است. همسرش پرسید: آخر چطور از پس کشتن یک مار برآمدی؟ آنت نیز کاملا وارد جزئیات شد و توضیح داد که چطور با استفاده از یک بیل بزرگ توانسته فاتح میدان نبرد باشد. در حالی که او داشت تمام جزئیات این کشتار وحشیانه را تعریف می‌کرد، نگاهی حاکی از وحشتی مطلق و بی اندازه در صورت همسرش نقش بست. همان شب و کمی بعد از این جریان، مرد در بستر از انجام وظایف زناشویی عاجز بود. یک نشانه آشکار و روشن از شکستن قانون رابطه جنسی. هنگامی که شما زیاد از حد تارزان بازی در می آورید، او هم تبدیل به جین همسر تارزان می شود
وقتی او نزدیک شماست دستتان را روی پشه هم بلند نشود. پنچری نگیرید. در واقع حتی لامپ سوخته را هم عوض نکنید. خدا به دور خواهر. برای هر مرد معمولی این احساس که او مرد است مهمتر از هر چیز دیگری است. البته این بدین معنی نیست که شما باید همیشه مطیع و رام باشید. اما در همان زمان که فکر او را مشغول خود نگه می دارید، غرورش را نیز جدی بگیرید. تفاوت زیادی میان تغذیه غرور او و محتاج به نظر رسیدن وجود دارد. هرگز به او نشان ندهید که در زمینه مسائل زیر نیازمند او هستید. امور منطقی، سازگاری با مسائل روزانه زندگی، ثبات احساسی، خودباوری، عزت نفس، داشتن احساس کامل بودن به عنوان یک فرد. اینها نشانگر نیازمند بودن هستند. با این حال باز هم می توانید به او نشان دهید که به قدرت مردانه اش نیاز دارید و او را تحسین کنید. اگر حس کند که شما مردانگیش را دوست دارید و یا نیرومند بودنش را می ستایید، کاملا رام شما خواهد شد. قانون جاذبه شماره 23. هنگامی که شما غرورش را با ظرافت تمام تغذیه می کنید، او نیز سعی نمی کند از راه‌های پرخاشجویانه ابراز قدرت کند. ستایش کردنش وسیله بسیار تاثیرگذاری برای رسیدن به خواسته هایتان است. شکایت نکنید. خب تو قبلا عادت داشتی برای من گل بیاوری. از این به بعد هر دسته گلی که برایتان میآورد زیباترین دسته گل دنیاست. غر نزنید که به اندازه کافی شما را بیرون نمیبرد. به جایش هر رستورانی که شما را میبرد باور نکردنی و عالی است. اگر از شما پرسید که آیا قبلا به این رستوران آمدید یا نه، لطفاً سریع خاطرات مربوط به نامزد قبلیتان و این که با او دقیقاً پشت همین میز می نشستید را تعریف نکنید، مگر آنکه دیگر دوست نداشته باشید به آن رستوران بروید. قانون جاذبه شماره 24. هنگامی که شما ملایم‌تر و زنانه‌تر می‌شوید، حس غریزی او برای حمایت کردن را برمی‌انگیزانید. اما وقتی ستیزه‌جو باشید، حس رقابت و مبارزه طلبیش را بیدار می‌کنید. هر زمان به مردی این احساس را بدهید که شما هم می‌خواهید مرد باشید، تقریباً در تمام موارد برای خود یک میدان نبرد خریده اید که در این صورت تبریک، اکنون شما حریف او هستید. اگر او شروع به مبارزه و رقابت کند، طوری بازی می کند که شما را خرد و زیر پایش له کند و اگر فکر می کنید که با این روش به جایی می رسید، موفق باشید. در زمینه عشق و رابطه، مردها نیاز به کمی راهنمایی دارند و راه آن نیز این است که وقتی رفتار خوبی دارند، آنها را ستایش کنید. واژه مورد علاقه مردها، بهترین. حتی اگر بگویید عزیزم تو به بهترین شیوه ممکن آجیل میخوری، تا حالا در زندگیم چنین چیزی ندیدم. از واژه بهترین استفاده کنید تا همواره توجه تمام و کمال وی را داشته باشید. با غرورش از در دوستی درآیید. برای مثال فرض کنید او میخواهد در چیدمان خانه مشترکتان به شما کمک کند. امکانش خیلی زیاد است که بخواهد مردانگی خود را با آویزان کردن چیزی به دیوار ابراز کند، چیزی که به هیچ چیز دیگری در خانه نمی آید. وقتی او با ذوق و شوق فراوان آن دو عاج فیل یا شمشیری آفریقایی و یا آن پوستر فوتبال سال 1986 که هنر خطابش می کند را بیرون آورد، اصلا چهره خود را تغییر ندهید و بکوشید گفته هایتان صادقانه به نظر بیاید. بله عزیزم، آدم واقعا عاشق تفنگ قرن 18 بابا بزرگت می شود. سپس فوراً برایش کارهایی در زیر زمین یا پارکینگ خانه ردیف کنید که بدون او پیش نمی روند. می خواهید او در خانه به درد بخور باشد؟ فقط به او این احساس را بدهید که وجودش بسیار مورد نیاز است. بخوانید او نیرومند است. به او کارهای کوچک بدهید. فرقی نمی کند اگر از او بخواهید سیستم صوتی را تنظیم کند یا کمک کند تا یک تابلو را به دیوار بیاویزد. هنگامی که او با آن دریل برقی پر سر و صدا کار می کند، حس می کند رمبو شده است. فقط تا هنگام بیرون رفتن او از اتاق بردباری کنید و سپس آن را صاف کنید.
وقتی او حقوقش را به شما می دهد، از او به خاطر اینکه برای منفعت تمام خانواده تلاش می کند سپاسگزاری کنید و دوباره صبر کنید تا او از اتاق خارج شود. سپس اگر می خواهید تهچک را ببینید که اطمینان پیدا کنید پول همه اضافه کاری هایش را گرفته یا نه، این کار را انجام دهید. به یاد داشته باشید که وقتی او مانند یک مرد رفتار می کند و برخورد خوبی با شما دارد، شما هم مردانگی و غرور او را به رسمیت بشناسید و از آن تجلیل کنید. 1-2 بار در هفته او نیاز دارد حس کند مانند رئیس یک قبیله است. هرگاه او کار خوب و به درد بخوری مانند درست کردن تاقچه در خانه انجام داد، او را ستایش کنید. حتی اگر تاقچه با زاویه 45 درجه درست شده یا انتهای آن در حال کنده شدن باشد، شما مانند خوشحالترین شیر دریایی باغ وحش دست بزنید و بعد یک کارگر خبر کنید که وقتی او خانه نیست بیاید و تاقچه را درست کند. همان لحظه ای که بگویید کج است، کار تمام است. او دیگر هیچ کار مفیدی در خانه انجام نخواهد داد. این کار باعث می شود به او احساسی دست دهد، بدتر از احساس کودکی که در کلاس هنر مورد سرزنش قرار گرفته و موجبات سرگرمی و خنده همه همکلاس ها را فراهم آورده است. مردها غرور بسیار زیادی دارند و نیازمند آن هستند که کسی آن را مهار و کنترل کند. این کاری است که روباه بی سر و صدا انجام می دهد. او با کارهای کوچک باعث می شود مرد حس کند پادشاه دنیای اوست. اینها چند پیشنهاد روباهی است که به شما کمک می کند راه ارضای حس مردانگیش را بیاموزید. اگر هنگام غروب سگ خود را به گردش می برید، از او بخواهید تا شما را همراهی کند، چون شما با او احساس امنیت می کنید. اگر یک حشره را کشت، رویتان را برگردانید تا هنگامی که به شما نگفته وضعیت سفید است دوباره برنگردید. اگر شب هنگام سر و صدایی شنیدید، مثلا یک پرنده روی سقفتان خرابکاری کرد، نشان بدهید که واقعا ترسیده اید. به او بگویید که برود ببیند سر و صدا برای چه بوده است. پس از اینکه او منبع صدا را کشف کرد، به او بگویید که چقدر خوب است که او در کنار شماست، چون باعث می شود احساس امنیت کنید. از او بخواهید که در ظرف مربا را باز کند، حتی اگر خودتان می توانید، یا زیپ لباستان را ببندد، حتی اگر دست خودتان هم می رسد، یا اینکه یک جعبه کوچک را حمل کند. وقتی یک فیلم ترسناک می بینید، خود را به او بچسبانید. اگر هم خشونتی در فیلم بود، چشمان خود را ببندید و بگذارید هرگاه آن صحنه تمام شد، او خبرتان کند. اگر بیرون سرد است، به زیر کت او بخزید و به او بچسبید تا گرم شوید. بگذارید او تکه‌ای از مبلمان منزل را جابجا کند، حتی اگر آنقدر کوچک است که خودتان هم از پسش برمیایید. پس از اینکه او آن را به آسانی جابجا کرد، بگویید که خیلی سنگین بوده است. تو خیلی قوی هستی خدای من. نمیدانم چطور تکانش دادی. بگذارید او ماشین شما را پارک کند یا جایش را تغییر دهد. اگر بگویید که رانندگیش خیلی بهتر از رانندگی شماست، او از جان و دل رام شما خواهد شد. حتی شاید ماشینتان را هم بشوید یا باکش را پر کند. اداره کردن غرور او با زیرکی و ظرافت به آسانی یادگیری حروف الفباست. وقتی یک بچه از مهد کودک به خانه می آید و نقاشی که کشیده است را به مادرش نشان می دهد، هر چقدر هم که نقاشیش زشت باشد، یک مادر از او انتقاد نمی کند. او هرگز نمی گوید این سگ است یا گاو. هی بچه جان، خیلی روی خودت حساب باز نکن. به جایش می گوید این شاهکار است. سپس کودک احساس می کند پیکاسوی بعدی است و می رود 10 تا نقاشی دیگر هم می کشد. ستایش کردن مهم است. وقتی او شما را برای شام بیرون می برد، یک بار بعد از شام و یک بار هم موقع شب بخیر گفتن بگویید متشکرم. یک دختر ساده دل معمولاً این اشتباه را مرتکب می شود که متشکرم را پشت سر هم تکرار می کند. بعد هم فردایش 3 بار زنگ می زند تا باز هم روی پیغامگیر تلفن از مرد تشکر کند. انگار که قبلا کسی برایش حتی یک وعده غذای گرم هم نگرفته است. در ابتدا بدون شک شما باید اجازه دهید او صورت حساب را پرداخت کند. پس از آنکه مدتی با هم بیرون رفتید، شما هم می توانید مقابله به مثل کنید. اما هرگز 50-50 حساب نکنید. او که همکار اداره تان نیست. وقتی مردی واقعا از زنی خوشش می آید، خیلی هم برایش مهم نیست که صورت حساب را تقسیم کنند یا نه.
او هرگز نمیگوید تو سالاد بوقلمون داشتی و من استیک، پس سهم تو میشود فلان. اگر او زن را بپرستد که اصلاً حتی راجع به آن صورت حساب کذایی فکر هم نمی کند. تنها چیزی که راجع به آن فکر می کند این است که آن زن را به دست بیاورد. اگر بنیه مالی خوبی ندارد، جای را پیشنهاد بدهید که گران نباشد یا کارهایی را انجام دهید که خرجی ندارد، مانند رفتن به موزه یا دوچرخه سواری. یا اینکه یک پرس غذا سفارش بدهید و با هم بخورید و الکل هم سفارش ندهید. با این حال اگر از شما خواست که صورت حساب را تقسیم کنید، آن هم در همان چندیدار اول دیگر با او بیرون نروید. آنقدر که این واقعیت مهم است که او برای تحت تاثیر قرار دادن شما ارزشی قائل نیست، آن چند دلار هیچ ارزشی ندارد. این موضوع هرگز نشانه خوبی نیست. قانون جاذبه شماره 25. او می‌گذارد زنی که برایش پادری است در همان یکی دو دیدار اول سهم خود و یا حتی همه صورت حساب را بپردازد. اما وقتی با دختر رویاهایش بیرون است، حتی فکر این موضوع هم به ذهنش خطور نمی کند. این گفتگویی است که در یکی از برنامه‌های رادیویی من رخ داد. زنی تماس گرفت و پرسید که آیا باید اجازه دهد مرد صورت حسابها را پرداخت کند یا خیر؟ و من پاسخ دادم در ابتدا بله. هر دو مهمان مرد من و صدا برداری که او نیز مرد بود از جا پریدند و گفتند ولی این انصاف نیست و به من درس هجی کردن هم دادند. انصاف می شود الف نون صاد الف ف. من منظور آنها را می فهمم، اما این هم انصاف نیست که ما حقوق کمتری نسبت به آنها می گیریم یا مجبوریم لباسهای زیر فنردار و ناراحت بپوشیم، در هنگام بارداری بچه را حمل کنیم و سپس ما آن همه دردسر به دنیا بیاوریم. پس بگذارید او مرد باشد، یک جنتلمن. آنچه اهمیت دارد این است که در آخر کار و هنگامی که او صورت حساب را می‌پردازد به او نشان دهید که او را تحسین می‌کنید. راجع به غذا، نوشیدنی و یا آن رستوران تعریف‌های خوبی ارائه دهید و حتی اگر هم خوب نبود گلایه نکنید و چیزی نگویید. روباه بی سر و صدا می‌داند که هر چقدر کمتر انتقاد کند بهتر است. به همین دلیل است که غر نمی‌زند. به جایش مانور می‌دهد. برای مثال هنگامی که مرد پیش از خواب لباسهایش را در می‌آورد و کف زمین می‌اندازد، نگران نباشید. فردا صبح آنها را از همانجا برمی‌دارد و می‌پوشد. آن لباسهای زیر و جوراب‌هایی که در سرتاسر خانه پخش شده‌اند، خب آن دیگر تقصیر خودتان است. یک سطل یا یک جای مخصوص لباسهای چرک خریداری کنید و آن را در یک گوشه استراتژیک قرار دهید. تبریک میگویم، اکنون شما یک حلقه بسکتبال دارید. هر وقت جورابش بیرون سطل افتاد 2 امتیاز منفی دارد. همیشه این شما هستید که دستمالهای توالت را عوض میکنید؟ او همیشه با یک رول نو طرف است، در حالی که شما همیشه به پست آن مقوای لوله‌ای داخلش میخورید؟ یا خیلی که خوش اقبال باشید با آن تکه دستمال آخر که به لوله مقوا چسبیده است؟ خیلی خوب، چیزی نیست که نشود درستش کرد. صبح یک روز تعطیل وقتی او به دستشویی می رود و با آرامش به همراه یک مجله ورزشی در آنجا جا خوش می کند تا 20 دقیقه بعدش نخواهد فهمید که خبری از دستمال کاغذی نیست، چون سرش به اخبار فوتبال روز قبل گرم است. سپس وقتی خواندنش تمام شد صدا می زند عزیزم صدایم را می شنوی؟ هیچ پاسخی نمی شنود. این علامتی برای شماست که بدانید زمان بیرون بردن زباله‌های آشپزخانه فرا رسیده است. به هر حال خورشید می‌درخشد و گل‌ها شکفته می‌شوند و پرندگان آواز می‌خوانند و شاید شما هم بخواهید کمی نگاهشان کنید. یک سوال جالب ولی بی اهمیت: چقدر طول می‌کشد تا او بفهمد دستمال‌های اضافی در کمد زیر سینک دستشویی هستند؟ اگر مرد در کارهای خانه کمک نمی‌کند، روباه بی سر و صدا گله و شکایت نمی‌کند و نمی‌گوید ارزش کارهای من در خانه بی حساب است. به جایش از یک شرکت خدمات خانه قیمت کارگرانشان را می‌پرسد. می‌بینید چقدر ساده است؟ حالا نه تنها حساب قیمت کارهای خانه دست او آمده، بلکه دارد آن را به کس دیگری نیز می‌گوید. اینجا یک مثال دیگر از شیوه مانور روباه بی سر و صدا برایتان می‌آورم. یکی از دوستانم به نام شارون با تمیز کردن‌های یکسره پشت سر همسر و فرزندانش خود را تقریباً از پا درآورده بود. او می‌خواست کسی را بیاورد که هفته یک بار بعضی کارهای خانه را انجام دهد، اما همسرش به شدت با پرداخت هفته‌ای $50 به یک مستخدم مخالف بود. حتی با اینکه
این مبلغ برایش پول زیادی محسوب نمیشد. باز هم اصرار داشت فقط ماهی یک بار. شارون نقش یک روباه بی سر و صدا را بازی کرد. او با ماهی یک بار موافقت کرد. ماهی یک بار برای مستخدم چک می نوشت و همینطور هفته یک بار وقتی از بازار می آمد درخواست $50 دیگر نیز می کرد. به این ترتیب او نه تنها از بروز مشاجره های هفتگی جلوگیری کرد، بلکه همسرش نیز هر روز وارد خانه تمیز و پاکیزه می شد. آنچه از بیرون یک روباه بی سر و صدا نمایان است، به او این امکان را می دهد تا کارهای خود را به آرامی پیش ببرد، بدون هیچ گونه کشمکش و نزاعی. با همه چیز موافقت کنید. هیچ چیز را توضیح ندهید. سپس همان کاری را انجام دهید که برایتان بهتر است. در این صورت زندگی بسیار راحت تر می شود. برای مثال یک روباه بی سر و صدا با پیشنهاد دستشویی های جداگانه می تواند هم اعصاب و هم خیال خود را راحت کند. اول اینکه باید بگویم برای یک مرد چیزی به نام حوله دکوری یا حوله مهمان معنا و مفهوم ندارد. برای او یک حوله است و این بدین معناست که حوله دستشویی همان حوله استخر است که برای شستن ماشین یا عوض کردن روغن آن نیز به کار می رود. شاید فکر کنید که او برای آن حوله ظریف و قشنگ صورتی استثناء قائل می شود، ولی باید بگویم که چنین بخت بلندی ندارید و آن حوله‌ای که با آن صورتتان را خشک می کنید، به زمین خشک‌کن جدیدتان سلام کنید. هر از گاهی ممکن است به مردی بر بخورید که خیلی تمیز باشد، ولی عموماً سهیم شدن دستشویی با یک مرد مصیبت محض است. 10 دقیقه پس از آنکه با مایع شیشه‌شویی گران قیمت و سازگار با محیط زیستتان آینه و سینک دستشویی را تمیز کردید، او می‌آید و دوباره به همه جا آب می‌پاشد. مانند این است که دستشویی را با نهنگ شخصی خودتان سهیم شده باشید. دانشمندان هنوز به پاسخ این پرسش دست نیافتند که چرا مردها آب را می‌پاشند. پس تا زمانی که آنها به پاسخ این راز دست پیدا کنند، بهتر است که شما دستشویی مخصوص خود را داشته باشید. یک روباه بی سر و صدا حریم‌های شخصی را نیز با نهایت انصاف تقسیم می‌کند. او 80% کمد را برای خود برمی‌دارد و در عوض تمام گاراژ و یا زیرزمین را به مرد می‌دهد. همچنین مرد می‌تواند اداره تامل اختیار ماشین‌ها، ماشین چمنزنی، باربیکیو و همه وسایل جبه ابزار را نیز داشته باشد. یادتان هم بماند که مردها روی مناطق مخصوص خود بسیار حساس هستند. پس شما باید حیات خلوت را نیز به عنوان حق طبیعی او به رسمیت بشناسید. شاید این موضوع هنگامی که بخواهید دستشویی را به نام خود بزنید به دردتان بخورد. یک اندرز جالب ژاپنی میگوید یک عقاب باهوش پنجه‌های خود را نمایان نمی‌کند. زنان آمریکایی گمان می‌کنند زنان ژاپنی برده مردها هستند. چرا؟ چون در مقابل مردهایشان تعظیم می‌کنند و در خیابان پشت سر آنها راه می‌روند. با این حال معمولاً مردهای ژاپنی دستمزد خود را به خانه می‌آورند و آن را تحویل همسرشان می‌دهند. در خانه‌های ژاپنی این زن خانواده است که سررشته امور مربوط به پول و دارایی‌ها را در دست دارد و تصمیم می‌گیرد که آن پول کجا و چطور خرج شود. حالا ما از این راز پرده برداشتیم که چرا زن‌های ژاپنی در خیابان پشت سر مردهایشان راه می‌روند. به خاطر آن جیب‌های سنگین و پرپولشان است که نمی‌توانند سری راه بروند و عقب می‌مانند. تفلکی‌ها نمی‌توانند پا به پای همسرشان حرکت کنند. علاوه بر این که همواره کاری کنید که فکر کند حق با اوست، یک مرد نیاز دیگری نیز دارد و آنکه فکر کند همه چیز ایده او بوده است. پس یادتان بماند همه چیز همیشه ایده او بوده است. هنگامی که با دوستانتان هستید و او به میان میپرد و میگوید که فلان کار خوب ایده او بوده در حالی که فکر شما بوده است، هیچ هیاهویی به راه نیندازید. او نیاز دارد که به دیگران نشان دهد رئیس اوست. حرفها و رفتار او را در مقابل دوستان مشترکتان تصحیح نکنید یا اشتباهی که مرتکب شده را لو ندهید، زیرا در این صورت حس خواهد کرد که مردانگیش زیر سوال رفته است. این کار مانند این است که مادری پسر کوچکش را در مقابل دوستانش سرزنش کند. وقتی در جمع و میان دیگران هستید، او نیاز دارد که ظاهر را حفظ کند.